أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا أصبحت معافا جسدك آمنا في سربك. پیغمبر خدا میگوید وقتی که شما سحر بیدار میشوید، چشمهای خود گشاده که میکنید و نظر میاندازین که دستهای شما حرکت میکند، پایهای شما حرکت میکند، خلاص همه اعضای شما در جای خودش درست واقع هست. نظر به کلبه خود میکنید، کلبه شما به یگان واقعه، نه سوختار شد، نه بالای شما چپه شد، بلکه صحت و سلامت تا سحر بالای شما پناهگاه شما شد. شما بیدار که شدید، اولا شکرانه به سوی خدا کنید، زیرا که خدای شما قادر بود که شما را دیگر چشم شما را بیدار نسازد. همین چشمی که شما پوشانیدین ابدی روز قیامت بکشاین، این ده هم خداوند قادر بود. یا خداوند قادر بود که این خانه ای که شما در زیر او خواب بودین، این خانه را بالای شما چپه بسازد. لیکن آرام به یگان واقعه شما بیدار شدید. رسول اکرم میگوید شکرانه این شما به جا بیارید. شاعرم همین باز ما و شما طلب دارد. هر سحر برخیز ای دین، خدمت جبار کن. سحر که از خواب بیدار شدی، به یگان شکایت، به یگان تردید، به یگان دودیلگی، از جای خود خیز. بسم الله الرحمن الرحیم. و اولین کاری که انجام میدهی این است که تو باید که طهارت انجام دهی. طهارت که انجام دادی، بعد این دیگر امر جبار بالای تو می ایستد که باید قدم زنان به سوی مسجد محله خود برای ادا کردن نماز بامداد حاضر شوی. زیرا رسول اکرم میگوید خداوند فرمود من صلی صبح فهو فی ذمة الله. کدام بنده از من اگر نماز بامداد با جماعت خواند، او بنده در ذمه من است. خداوند ذمه بنده را به سبب این نماز با جماعت بامداد به عهده خود میگیرد که این بنده امروز کافر نمی شود، این بنده امروز دیگر گناهکار نمی شود. این بنده ای که اگر خالص از برای من همون سحر در نماز بامداد اشتراک کرد، خدمت جبار خود کرد،